رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده‌ها و همسو با حقیقت. بینندگان عزیز سلام و برنامه رد پای تاریخ خوش آمدین. در میان هیاهوی شهر پر جنب و جوش جایی هست که زمان در آن به آرامی می‌گذرد. جایی که هر قدم روی سنگفرش های قدیمی شما را به گذشته دور می‌برد و هر نسیم خاطراتی از روزگاران کهن را با خود می‌آورد. در این فضا آب از میان مسیرهای منظم می‌گذرد و انعکاس نور بر سطح آن تصویر شاعرانه ای از هماهنگی انسان با طبیعت خلق می کند. درختان سر به فلک کشیده و گلهای رنگارنگ نه تنها زیبایی می آفرینند بلکه سایه آرامش بخش بر تمام فضا می گسترانند. هر گوشه این مکان حکایتی از زندگی، هنر و فرهنگ مردم را بازگو می کند که روزگار با عشق و دقت آن را ساخته و نگهداری کرده اند. ورود به این فضا مانند عبور از دروازه ای است به تاریخ، جایی که می توان صداهای گذشته را شنید، قدمهای پیشینان را حس کرد و عظمت معماری و ذوق هنری انسان را در هر جزئیات لمس نمود. اینجا جایی است که طبیعت و انسان، هنر و تاریخ در هماهنگی شگفت انگیز با هم به زندگی ادامه می دهند و بازدید کننده را دعوت می کنند تا لحظات از آرامش و زیبایی را تجربه کند. باغ 40 ستون یکی از گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی کابل در قلب این شهر قرار دارد. این باغ زیبا قدمت بیش از 1 قرن دارد و یادگاری است از دوران امیر عبدالرحمن خان که با دیدگاه نوآورانه فضای آرام و سرسبز برای استراحت و تفریح ایجاد کرد. در ابتدا باغ با تعداد ساختمان و آبنماهای ساده آغاز یافت، اما در دوره‌های بعدی با ویژه در زمان حبیب الله خان و ظاهر خان توسعه یافت و به شکلی که امروز می‌بینیم درآمد. طراحی باغ با الهام از معماری اسلامی و سنت‌های باغسازی افغانستان تلفیق از نظم هندسی، فضای سبز و عناصر آبی است که حس آرامش و هماهنگی با طبیعت را به بازدید کننده منتقل می‌کند. در طول تاریخ باغ 40 ستون نه تنها محل برای تفریح و پذیرایی از مهمانان بود، بلکه نقش مهم در زندگی اجتماعی و فرهنگی کابل ایفا می‌کرد. با گذر زمان و در جریان جنگ‌ها و ناآرامی‌ها این باغ و ساختمان‌هایش آسیب دیدند، اما با تلاش سازمان‌های میراث فرهنگی و بنیادهای بازسازی بخش‌هایی از آن احیا گردید. امروزه باغ 40 ستون محلی است برای گردشگران و شهروندانی که به دنبال لحظات آرام بخش در دل شهر هستند. درختان بلند، حوضها و مسیرهای سنگ فرش هر بازدید کننده را به سفر کوتاه در تاریخ و هنر معماری افغانستان میبرد. این باغ نه تنها یک مکان تاریخی است، بلکه نمادی از هویت فرهنگی کابل و پیوند انسان با طبیعت در طول زمان به شمار می رود. از دیرباز در دل سرزمینی که تاریخ و فرهنگ آن هزاران سال قدمت دارد، جایی وجود داشت که طبیعت و انسان دست در دست هم اثر شگفت انگیز آفریدند. باغ 40 ستون با زمزمه آب در حوضها و سایه‌های بلند درختانش روزگار مکان بود برای آرامش و گرد همایی. جایی که حکمرانان و مردم در دل آن به استراحت و اندیشه می پرداختند.
در آغاز این باغ با دقت و هنر ساخته شد. مسیرهای سنگفرش منظم، فواره‌ها و حوض‌های بازتاب دهنده نور و ساختمان‌هایی که با سبک معماری زمان جلوه‌ای از قدرت و زیبایی را به نمایش می‌گذاشتند. همه نشان از ذوق و مهارت سازندگانش داشت. هر ستون و هر دیوار روایتگر داستان از هنر و فرهنگ مردمی است که زندگی خود را با این باغ پیوند زده بودند. با گذر سالها و تحولات تاریخی این باغ همچنان زنده ماند. در دوران ناآرامی‌ها و جنگ‌ها آسیب دید، اما روح آن پابرجا بود. روحی که همچنان داستان‌های گذشته را در گوش هر بازدید کننده زمزمه می‌کند. امروز باغ 40 ستون نه تنها یک مکان تاریخی بلکه نمادی از پیوند انسان با طبیعت و یادآور هویت فرهنگی کابل است. هر قدم در این باغ سفر به گذشته و لمس زندگی کسانی است که روزگاری در این فضا زیبایی و آرامش را تجربه کرده اند. و اکنون پس از گذر از مسیرهای سنگفرش و سایه‌سار درختان بلند و تماشای انعکاس نور در آبنماها به این نکته پی میبریم که این باغ تنها یک فضای سبز ساده نیست، بلکه دریچه‌ای است به گذشته، جایی که تاریخ، هنر و زندگی در هماهنگی کامل با یکدیگر شکل گرفتند. هر حوض، هر ستون و هر درخت خاطرات مردم را با خود حمل می‌کند که روزگار در این فضا قدم زده، شادی کرده و آرامش یافته‌اند. با تمام تحولات و گذر زمان، باغ 40 ستون همچنان زنده است و داستان‌های خود را بازگو می‌کند. از روزگاری که حکمرانان در آن گرد هم می‌آمدند تا دوران ناآرامی‌ها که بخشی از زیباییش آسیب دید و امروز که با تلاش برای احیا و مرمت دوباره می‌تواند الهام بخش هر بازدید کننده باشد. این باغ نمادی است از پیوند انسان با طبیعت و یادآوری می‌کند که هنر و زیبایی حتی در دل شهر پرهیاهو و در گذر زمان می توانند پابرجا بمانند. هر قدم در این باغ فرصتی است برای اندیشیدن، تأمل و درک عمیق‌تر تاریخ و فرهنگ سرزمینی که آن را ساخته است. در نهایت باغ 40 ستون ما را به تماشای لحظات دعوت می کند که در آن زمان گویی متوقف می شود و انسان می تواند با طبیعت، با تاریخ و با روح هنری مردمی که روزگار این مکان را آفریدند هم نفس شود. اینجا جایی است که گذشته و حال در هم آمیخته و یادآوری می کند که زیبایی، آرامش و تاریخ همیشه با ما خواهند بود. جهان سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه بعدی و معرفی گوشه های دیگری از میراث وطن ما، الله حافظ و مددگارتان. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی. فضل‌الدین از رادیو کتاب.